تحولات تاجیکستان و جهان را در برنامه خبری و تحلیل اخبار آزادی تقدیم شما میکنیم. سلام دوستان عزیز، امروز 30 آگوست. شماره قربانیان سیل به 21 نفر رسید. نجات بخشان در ورزاب جسد یک مادر را با طفل نوزادش پیدا کردند. شهرت اسمت اللهیف را به خاک سپاریدند. مقامات نخواستند مراسم جنازه و دفن بانکری شناخته نواربرداری شود. خرج از کیسه کی خواهد بود؟ خانه‌هایی در نتیجه صدمه ویران شده کلاب را کی می‌سازد؟ گناهکاران یا مردم؟ کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان از پیدا نمودن باز 4 جسد دیگری خبر داد. در نتیجه سیل و آبخیزی 3 روز پیش جان باختند. به همین ترتیب شماره رسمی هلاک شده ها به 21 نفر برابر شد. امید یوسفی سخنگوی کمیته روز 30 آگوست به رادیو آزادی گفت هنگام جستجوهای روز گذشته در شهر وحدت و ورزاب 4 جسد از جمله یک زن را با طفل 40 روزه اش یافتند. به گفته مصاحبه ما در آفت طبیعی در شهر وحدت 17 نفر و در ناحیه رودکی و ورزاب 4 کس هلاک شدند. سیل و آبخیزی شب 27 آگوست ساکنان تاجیکستان را بخصوص در دوشنبه و اطراف آن غافلگیر کرد. در این حادثه طبیعی از همه بیشتر ساکنان شهر وحدت و ناحیه رودکی ضرر دیدند. 10 منزل و نقلات هم آسیب یافتند. امروز بعد ادای مراسم جنازه در مسجد سریاسی دوشنبه شهرت اسمت اللهیف معاون سابق رئیس اوریون بانک به خاک سپرده شد. صبح 30 آگوست وقتی خبرنگاران رادیو آزادی به منزل مرحوم رفتند، خانواده‌اش نخواست در این باره صحبت کند. در مسجد مقامات انتظامی در جریان نوبرداری مانع ایجاد کردند. تفصیلات را از زبان خود همکارانمان علیشیر ظریفی و امیر ایسویف میشنویم. امروز جنازه شهرت اسمت اللهیف معاون سابق رئیس اوریون بانک در کوچه شکوفانی شهر دوشنبه برگزار شد. مشاهده ما نشان داد که افراد زیاد به مراسم جنازه می آمدند و به نزدیکان او اظهار همدردی بیان می کردند. منزل مرحوم در 300 متر دورتر از اینجا جایگیر است و نزدیکانش نخواستند که مراسم جنازه نواربرداری و یا انعکاس کرده شود. افراد نظامی پوش نیز در این کوچه ها به مشاهده می رسد. ما برای انعکاس مراسم جنازه به اینجا آمدیم، ولی کارمندان مقامات انتظامی برای اجرای وظیفه‌های کسبی‌مان مانع ایجاد کرده نوارهای ما را پاک کردند. آنها 4 نفر بودند، در تن لباس ملکی داشتند، خود را کارمندان مقامات قدرتی معرفی کردند، ولی از گفتن شخصیتشان خودداری کردند. این افراد به خبرنگاران آزیا پلوس و اسسر نیز مانع ایجاد کرده نگذاشتند آنها نواربرداری کنند. از جمله تلفن موبیلی خبرنگار آزیا پلوس را با خود گرفتند. این بار اول است که مقامات قدرتی به کار خبرنگاران از جمله خبرنگاران رادیوی آزادی مانع ایجاد میکند. چنین رفتار کارمندان مقامات در حالی است که قضیه شهرت اسمت اللهیف بارها رسانه‌ای شده است و در این باره در شبکه‌های اجتماعی نیز نوشته‌اند. بانکدار شناخته ماه ایون ربوده و کشته شد. جسد اسمت اللهیف بعد تقریبا 2 ماه جستجو در دریای زرافشان در منطقه سرزم پنجکن پیدا کرده شد. قبلا دادستان کلی تاجیکستان گفته بود که در رابطه با این قضیه نسبت 16 نفر پرونده باز شده است که 13 نفر آنها را بازداشت کردند. شما برنامه اخباری آزادی را تماشا دارید. حکومت ختلان اعلان کرد که تا شروع سردی ها 4 عائله ضرر دیده در صدمه پرقربانی ماهی جوری در شهر کولاب صاحب منزل نو میشوند. از جمله تاکید گردید که خانه ها از سوی حکومت ولایت ختلان و شهر کولاب در محله دوستی بنیاد میکردند. اما طور معلوم می شود حالا مقامات توسط امام خطیبان برای بنیاد این 4 منزل از ساکنان کمک مالی خواستند. چگونه در گزارشی میرزا نبی خالقزاد میبینه. این طرح برای خانه نویس برای آسیب دیدگان حادثه مرگباری که 6 آگوست در کولاب رخ داد، برای کسانی که خانه هایشان ویران شد. شهرداری اعلان کرده است که خانه های نو باید قبل از رسیدن فصل سرما بنیاد شوند. همکنون ساخت و ساز در محله دوستی این شهر در حال انجام است.
اما سرمایه گذاری با مشکلات مواجه شده است. در نتیجه حکومت محلی برای کمک در امانت بانک صورت حساب باز کرده است. در امانت بانک یک شوچی خیریه شده شد که علاقه به همین صورت حساب مبلغ واریز شدن، یکی از شرکت ها قطع شرطنامه بستن، این مبلغ ها را همون شرکت برای بنیاد مالی حکومتی رفته شده است. خزینه ساخت یک خانه از 300,000 سامانی زیاد است و به نظر می رسد در این زمینه با مشکلات مواجه شدن و برای حل آنها طریق مسجدها به مردم روی آوردند. قرار است در آن منطقه 4 خانه ساخته شود و بعدی انجام ساختمان باید تمام روزگار خانه ها نیز تامین شود. شرکت کفالت واردات و صادرات که ماشین دولنی آن تصادف کرد به شمس الله صاحب و داماد امام علی رحمان متعلق است. شهرداری کولاب مسئول بازسازی خانه ها را همان شرکتی را تعیین کرده است که ماشین دولنی آن باعث تصادف و تخریب خانه ها شده بود. با این حال در نماز جمعه هفته گذشته برخی از امام خطیبان از ساکنان خواستند برای ساختن خانه ها کمک مالی کنند. 100,000 سومان مسجدهای 5 وقته جامعه جمع شده، یک محل اقامتیش خودی ملاهای مسجد 5 وقته عهده گرفتند. علیرغم برنامه‌ریزی های قبلی برای بازسازی خانه ها با کمک حکومت طبق دستور امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در برنامه‌های تلویزیونی دولتی مشاهده شده است که هنگام سفر رئیس ولایت در محل ساخت خانه ها امام خطیبان چند مسجد مشارکت دارند. در کولاب 75 مسجد وجود دارد که 11 به عنوان مسجد جامع و یک مسجد به عنوان مسجد مرکزی عمل می‌کند. بر اساس حساب‌ها اگر این مسجدها از 3,000 تا 5,000 سامانی کمک جمع آوری کنند، تمام مبلغ جمع آوری شده میتواند تا 249,000 سامانی برسد. رو میرویم به موضوعهای دیگر. کرال بیر یک مورخ سابقه دار فرهنگ اسلامی از امریکا قصد دارد به زودی به تاجیکستان سفر کند. او که بخصوص موضوع هنر نساجی و رمز و نقش و نگار روی متا و قالین‌های مردم مسلمان و قبل از آن را تحقیق کرده است، میگوید قدیمترین نمونه‌های نساجی در قلمرو فعلی تاجیکستان دیده شده است. همکارم خرامان بقازاده با کرال بیر صحبت داشت و از او از جمله درباره آثار متا در سرزمین‌های قدیمی تاجیکستان فعلی پرسید. Sogdiana spread both from what is today Uzbekistan and Tajikistan. احتمالاً قدیمی ترین نمونه های اسلامی که ما می‌دانیم از سوغدیان است. سوغدیان در قلمروهای امروزه ازبکستان و تاجیکستان پهن شده بود. این یک مرکز تجارتی بود و در مرکز تجارتی شاهراه ابریشم در بین چین و غرب قرار داشت. نمونه های نساجی ساخت سوغدیان اصلاً از عهد سلاله ساسانیان ایران سرچشمه می‌گیرد که پیش از اسلام وجود داشتند و از حدودهای خریطه سیاسی ایران امروزه بزرگتر بوده. نمای اصلی نساجی خیلی بر وقت در عصرهای 7 و 8 میلادی رشد کرده است. یکی از نمونه‌های نقاشی‌های اسلامی استفاده دوره‌ها میباشد، چون که متاها در روی دستگاه‌های متابافی عمودی و موج‌ها به شکل افقی افاده می‌شوند. از این رو تصویر کردن دوره‌ها کاری سخت است و شما باید هر یک اشاره را درست حساب کرده بعداً در روی نقش متا استفاده کنید. Your experience in Iran before and after Islamic Revolution. شما پیش از انقلاب اسلامی و بعد آن در ایران کار کردید. کتاب عکس‌ها از زندگی قبیله قشقای محصول این کار شما است. کار در دو رژیم گوناگون برای شما یک محقق آمریکایی چی داد؟ Iran during two political systems. Yeah, living and working in Iran was absolutely an extraordinary experience for me. It was تجربه کار و زندگی در ایران هم پیش از انقلاب و هم بعد آن فوق‌العاده جالب بود. یک کم پیش از به ایران برگشتن آیت الله خمینی ما کشور را توسط کوههای کردستان ترک کردیم. ما توسط آثارخانه لانترن در قلعه یزدگرد کارهای حفریات شناسی میکردیم. توسط قصر شیرین به عراق رفتیم و از آنجا به بغداد رسیدیم. دوام 2 سالی که من در ایران بودم هم از نظر رشد شخصی و هم کسبی این خیلی مرحله مهم بود، چون با مکانهای فوق‌العاده جالب فرهنگ و زبانهای مختلف شناس شدیم. While I was there, I studied Farsi, so یکم فارسی بلدم. به تاجیکستان کی سفر میکنید؟
Oh, it's going to be difficult for me now. Okay, you plan a trip to Central Asia for coming. شما هفته‌های نزدیک نیت دارید به آسیای مرکزی از جمله به شهر خوجند تاجیکستان بروید. از این سفر چی را انتظارید؟ Yes. What do you expect to see there? Yes. Well, I expect that my Persian will have improved. امیدوارم کمی زبان فارسی من بهتر شود و من با مردم در تاجیکستان و تاجیک زبان‌های ازبکستان صحبت کرده توانم. من بسیار هیجان زده هستم. البته خوب میشد بعد دوشنبه و کوههای تاجیکستان هم سفر می‌کردم. And I would love to visit the mountains. بینندگان عزیز، صحبت مفصل با مورخ آمریکایی روزهای نزدیک در وبسایت azadi.org و همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب نشر می شود. بازگشت به کانال ما را فراموش نکنید. برنامه را ادامه می‌دهیم. در دوام 2 ماه گذشته باران‌های پی در پی باعث آبخیزی و لغزیدن زمین در منطقه کوهی هیمالای هندوستان شدند. پژوهشگران میگویند یکی از سبب‌های این حال تغییر اقلیم است. به گفته آنها در این گوشه کوهی عالم باران نسبت به برف بیشتر باریده خطر آفت‌های طبیعی را افزایش می‌دهد. ادامه در گزارش اسکندر خواجه میرزاده. منزل سورش کمر نصف شب هنگام باریدن باران سیل در دهه منیژه ولایت کوهی هیماچل پردیش فرو ریخت. نیروی برق نبود. ما مشعل‌ها را روشن کرده دیدیم در همه حجرات دیوار کفیده است. رخنه بزرگتر میشد و نزدیک صبحانه فرو ریخت. ساکنان دهات همسایه هم چنین دهشت را از سر گذرانیده فعلا در خیمه ها به سر میبرند. ما کودکان خردسال و یک خانم سالخورده را گرفتیم و از ده فرار کردیم. وقتی ما به پایان رسیدیم زمین به لغزیدن شروع نمود. از زیر آن آب می برآمد. به همدیگر کمک رسانیده از اونجا گریختیم. امسال موسم بارانها صدها عائله را به خانمان کرده شهر و دهات خرد و بزرگ را به خاک یکسان کرد. مقامات هندوستان در این منطقه وضع فوق‌العاده اعلان کرده‌اند. خادمان سازمان‌های خیریه به مردم دهات آسیب دیده غذا و لباس تقدیم می‌کنند. این غضب طبیعت بود. ما نمی‌دانیم که سببگار این آفت باران بود و یا لغزش زمین. من هیچگاه چنین فاجعه را ندیده بودم. یک پژوهشی که اخیراً در مجله نیچر انتشار گشت از آن گواهی می‌دهد که کم شدن بارش برف و برعکس افزایش بارش باران در نیمکره شمالی عالم خوف آفت‌ها را در مناطق کوهی بیشتر کرده است. بارش برف منظم نیست، آن هم خیلی دیر باریده به نزدیک شوی تابستان آب می شود. باران زیاد در موسم به اصطلاح موسون رطوبت زمین را بالا میبرد. بنیادی با سرعت راه‌ها و شهرها در منطقه‌ای که برای سیاحان جالب است، وضع را ناگوارتر می‌کند. دعوت‌ها برای رشد دوامدار منطقه زیاد به گوش می‌رسد، ولی برای ساکنان دهات منیژه و بیجوی که طول عصرها در این تپه‌ها به سر برده اند، دیر شد. آنها به جای امن برای اقامت نیاز دارند. و یک اعلان کوتاه شام امروز 30 август در شهر بیشکک بازی دوستانه میان سابق ستاره‌های باشگاه فوتبال بارسلونا اسپانیا و سابق ستاره‌های فوتبال آسیای مرکزی برگزار می شود. در قطار ستاره‌های سابق فوتبال آسیای مرکزی فوتبال بازی مشهور تاجیک محسن محمدیف نیز هنرنمایی میکند. تفصیلات در وبسایت ما گذاشته شده است. بینندگان عزیز، با همین خبر میرسیم به پایان برنامه امروز. تشکر که تا این دقیقه ما را همراهی کردید. خبرهای از این بیشتر و چون همیشه میتوانید از سامانه رادیو آزادی و صفحه‌های ما در فیسبوک و اینستاگرام، تیک تاک و تلگرام و یوتیوب و ادناکلاسنیکی دسترس نمایید. فراموش نکنید که فردا برنامه‌های نو داریم و شما را منتظر خواهیم بود. خود را احتیاط کنید. وقت نگذارید.